در روز قیامت آدما رو مجازات میکنن، نه که چرا طمع کردی، که چرا طمع نکردی، تو چرا اینجا کایونجه چرا دزدیدی، اون دزد میبرن دارش میزنن، تو که تو این توی اومدی تو قصر پادشاه، وقتی تو زیرزمین تو استبل کایونجه دزدیده. ما همین کار کردیم تو این عالمی که این همه گوهر هست، این همه جواهر هست، انسانیت هست، شرافت نفس هست، شکوه و جمال و زیبایی هست، تو اومدی کایونجه دزدیدی، نموش دروغ و دغل و اینا رو دزدیدی، انتخاب کردی، بعدم پشت سرش هراس و تردید و نگرانی و هزار خون جگر هم باید بخوری، کیفیت زندگیت هم میاد پایین پایین پایین. این که چی؟ این ابلهی پس تو که این کارا رو داری میکنی. هر کسی که کار بدی میکنه در واقع از بلاهتش که در کار بد میکنه، اگه عاقل باشه، زیرک باشه، کیاست داشته باشه، فهم داشته باشه، میفهمه که این بالاتر از اونه. این که آدم آدمی زاد باشه این خیلی بالاتر از اینکه حالا یه خود پولدارتر باشه یا نباشه.